امروز میخوایم با هم بریم بوداپست رو بگردیم. بوداپست یکی از اصلی ترین مراکز عصر رنسانس در اروپا شناخته میشه و دارای معماری های شگفت انگیز بسیاری از اون دورانه. معماری ها و بناهایی که امروزه از جاهای دیدنی مجارستان محسوب میشه. ساختمان پارلمان مجارستان. ساختمان پارلمان مجارستان در حقیقت همان خانه ملت این کشوره که جلسات مجلس در اون برگزار میشه. این ساختمان با طول 268 متر، عرض 123 متر و ارتفاع 96 متر بزرگترین بنای مجارستان، بلندترین بنای بوداپست و سومین پارلمان بزرگ جهانه. این ساختمان تاریخی نماد کشور مجارستان و بوداپسته. قلعه ماهیگیر. قلعه ماهیگیر که معماری نئوگوتیک و نئوکلاسیک داره، از مشهورترین جاهای دیدنی بوداپسته. این قلعه در قرن 19 احداث شده و منظره دیدنی از سطح شهر داره. به دلیل همین منظره جذاب شهر از پشت بام آن، این قلعه از میان عکاسان و گردشگران محبوبیت بالایی داره. بازدید از این قلعه رایگانه. از اونجایی که در طول روز گردشگران بسیاری به دیدن اون میرن، بازدید از این قلعه رو در صبح بهتون پیشنهاد میکنم تا بتونین به راحتی در ارتفاع از منظره شهر دیدن کنین. قلعه بودا. قلعه بودا از دیگر قلعه‌های تاریخی در بوداپسته که محل زندگی پادشاهان کشور مجارستان بوده. به همین دلیل به این قلعه قصر سلطنتی هم گفته می شده و در حال حاضر موزه تاریخ بوداپست و گالری ملی مجارستان در این قلعه قرار داره. این قلعه از جاهای دیگه دیدنی مجارستانه که در فهرست آثار یونسکو به ثبت رسیده. پل زنجیر. پل زنجیر از جاهای دیدنی که بر روی رودخانه دانوب قرار داره. رودخانه دانوب و ساحل اون از جاهای دیدنی بسیار زیبایی که میزبان جاذبه‌های گردشگری بسیاری هم هست. خیابان اندراشی که از خیابان‌های ثبت شده در فهرست آثار یونسکو در مجارستانه. این خیابان که در سفرنامه ناصرالدین شاه قاجار نیز از اون نام برده شده، یکی از خیابان‌های توریستی بوداپست شناخته میشه. طول این خیابان حدود 2 کیلومتره. اگه یادتون باشه بوداپست یکی از همون مکانهایی بود که گفتیم نباید دیدنش رو از دست بدین. حالا به نظرتون ویدیو بعدی کدوم یکی از این مکان هاست؟